نکته این هست که انسان غیر قابل پیش بینی هست، انسان غیر منطقی هست و به شکل عمیقاً درونی متناقض هست. میتونه بهترین عقاید رو داشته باشه ولی در جاهای از زندگیش برخلاف اونها عمل بکنه. میتونه روشنترین باورها رو داشته باشه ولی همونطور که تو مرد زیرزمینی شما میبینید که یه جاهایی بهترین عقاید رو ابراز میکنه ولی زمانی که قرار هست که کاری رو انجام بده بدترین انتخاب ممکن رو انجام میده. این نشون میده که داشتن عقاید منطقی نجات بخش اون نیست و اون هم به دلیل تناقض عمیق احساسات انسانی و میتونید بگید که فراجیلیتی اون هست. من به شکلی که به عنوان یه پزشک من این رو درک میکنم، من همیشه این مثال رو میزنم که اون بخشی از مغز ما که با مغز خزندگان در ارتباط هست، بخش نیازهای پایه ما هست که ترس و امنیت اونجا قرار دارن، اینها 500 میلیون سال قدمت دارن در مغز ما و فشار تکاملی اینها بر روند رفتارهای ما به قدری زیاده که شما نیروی بزرگتر از ترس و خشم در شکلگیری رفتارهای انسانی که شما به ندرت میتونید پیدا بکنید. بالاتر از اون مغز پستانداران یک چیزی هولوش چند میلیون سال هست که تکامل پیدا کرده و یعنی اون بخشی هست که پلیوکورتکس هست، احساسات شکل میگیرن. اون جایی هست که شما با کروکودایل نمیتونید ارتباط عاطفی برقرار کنید ولی با سگتون، با گربه‌تون میتونید، به خاطر اینکه ما در پلیوکورتکس با هم مشترک هستیم. ولی این نئوکورتکس شکننده انسانی فقط 100,000 سال قدمت داره. یعنی من یک جای این تعبیر رو میخوندم که پیشتر هم اشاره کردم که اگر شما ساختمان تکامل رو یک ساختمان 100 طبقه در نظر بگیرید، ضخامت نئوکورتکس یعنی اون بخش مغز عقلانی انسان در فرایند تکامل ضخامت رنگ در طبقه پشت بام هست. یعنی حتی نه طبقه پشت بام در این ساختمان طبقه، ضخامت رنگی هست که باش طبقه پشت بام رو رنگ کردن. اینقدر فراجایل هستش منطق انسانی و به همین دلیل هست که ما به طور دائم میتونیم برگردیم به احساسات پایین‌تر و سقوط بکنیم و این تناقض درونی ما از اینجا ناشی میشه و ما به مرور خب هر چقدر تکامل بیشتر پیدا میشه شما در انسان‌های قدرت تاپ داون کنترل رو بیشتر میبینید ولی در اغلب انسان‌ها اینطوری نیست. همین الان شما نگاه بکنید که کمپین فیر به طور مثال وقتی شما نگاه میکنید تو امریکا توسط ترامپ، توسط فرض کنید که راست‌های افراطی چقدر نیرو پیدا میکنه در جامعه. شما جامعه رو بترسونید و هر چی که دلتون میخواد از جامعه میتونید بگید. هوپ این کارو انقدر نمیتونه انجام بده که ترس میتونه انجام بده. کووید میاد یه دونه دستمال توالت توی کلس تموم میشه، انسان‌ها برمیگردن به چیمپ. یه خورده دیگه بهشون فشار بیارید کروکودایل میشن. و این وسط اون کسانی که یه خورده تکامل عقلانی بیشتری دارن و تاپ داون کنترل دارن و یه خورده میتونید بگید که ادوانس تر تونستن این رو به دست بیارن، هاج و واج به انسان نگاه میکنن و به اینکه با چه پدیده‌ای مواجه هستیم ما توی جهان. میتونید بگید که نبرد انسان با خودشه و من عمیقاً با داستایوفسکی موافقم که اصلا اینطوری نیست که شما به انسان یه ساختار بیرونی منظم بدید و قضیهش حل میشه. انسان خیلی چیز پیچیده تری نیاز داره از این اتفاق و میتونید بگید که نقد داستایوفسکی از عقلگرای چرنشفسکی فقط نقد ایدئولوژی نیست، نقد کل پروژه مدرنیته هست که انسان رو سعی میکنه به یک موجود منطقی و بدون احساس تقلیل بده. همینطور که داستایوفسکی اعتقاد داشت که انسان ها اصلا اساسا به درگیری و رنج و تضاد احتیاج دارن تا رشد اخلاقی و روحانی پیدا بکنن و اون تفکر عقلانی سعی میکنه که این جنبه های زندگی رو اصلا کم بکنه و از بین ببره. داستایوفسکی میگه اینا باید باشن اصلا برای اینکه انسان تکامل پیدا بکنه و این رد اون مدرنیسم آرمان شهری هست که چرنشفسکی بهش اعتقاد داره و داستایوفسکی اصرار داشت که جنبه تاریکتر و غیر منطقی طبیعت انسانی رو ما هرگز نمیتونیم محو بکنیم. ما برای آزادی انتخاب، حتی اگر اون انتخاب به رنج منتهی بشه، ما میبایست که این آزادی رو داشته باشیم که خطا بکنیم، میبایست این آزادی رو داشته باشیم که رنج بکشیم و کاخ کریستال از نگاه داستایوفسکی پیروزی عقلانیت بر روح انسانی هست و این میتونه ویران کننده برای روح انسانی باشه. نکته اینجاست که ما وقتی که به مدرنیسم توسعه نیافته‌ای که در شهرهای شوروی وجود داره نگاه میکنیم و نقد اگزیستانسیالیستی که داستایوفسکی هم داره، این هست که بعد از جنگ جهانی دوم این روح کاخ کریستال در همه جا به شکل دفاتر مرکزی شرکت‌ها و مراکز خرید و توسعه‌های حومه‌ای و
و اینا فقط همه جای دنیا هست، تو ایالات متحده هم هستش، تو روسیه هم هستش. اینا شروع میکنن به سر برآوردن برای اینکه میخوان فضاهایی رو ایجاد بکنن که اینها پاک، کارا و منظم باشن و نظم در اونها پایدار باشه، برای اینکه اینها بازتابی از ایدئالیسم مدرن عقلانی هستند و این باعث میشه که زندگی بتونه راحت و قابل پیش بینی باشه. ولی داستایوفسکی معتقد بود که این باعث میشه که یک سری پیامدهای غیر منتظری از این روند به وجود بیاد که اون احساس، میتونید بگید که بیروحی و بیگانگی در این محیط‌های استرایل برای انسان تشدید بشه و این تلاش که شما سعی کنید که تعارض‌های اونها رو و در نیازهای مادی اونها رو حل بکنید بیشتر به انزوای انسان از جامعه منتهی بشه. نکته‌ای که به نظر من در رابطه با کارهای داستایوفسکی اونها رو به شدت قوی و ارزشمند میکنه، درک داستایوفسکی از روح انسانی هست که داستایوفسکی در همین کتاب یادداشت‌های زیرزمینی یک دفاع بسیار عمیق از آزادی انسانی و پیچیدگی‌های اخلاقی انسان ارائه میده. شما اصلا در تمام کارهای داستایوفسکی اگر نگاه بکنید، مثلا شما برادران کارامازوف رو نگاه بکنید، مکالمات ایوان و آلیوشا رو، ایوان همیشه اینتלקچوال تر هستش، همیشه عقلانی تر هست، همیشه حرفای درستی هم میزنه. یعنی شما به حرفای ایوان و هر داستانی رو که تعریف میکنه و هر روایتی رو که میگه و بحثش با آلیوشا نگاه بکنید، تمام مسیر ایوان پیروز هست، هم شما رو قانع میکنه، هم آلیوشا حرفی برای گفتن نداره. در پایان داستان اون کسی که همه چیز رو ویران میکنه ایوان هست. به خاطر اینکه داستایوفسکی معتقد هست که تنها یک راه، بعد از تمام این سنجش داستایوفسکی به این نتیجه میرسه یک راه برای نجات انسان وجود داره: سادگی و عشق. به خاطر اینکه داستایوفسکی معتقد هستش که اگر تمام این نیروها به طور دائم در حال کشیده شدن به هزار سو هستیم و عقلانیت نمیتونه ما رو نجات بده، تنها میبایست با یک نیرو در زندگی باقی بمونیم و اون عشق هست. و به همین دلیل هست که داستایوفسکی این جمله عجیب رو میگه اگر من قرار باشه، اگر من بدونم مسیح یک جا هست و حقیقت یک جا هست، من بین حقیقت و مسیح رو انتخاب میکنم. داستایوفسکی حتی یک بار هم به کلیسا نرفت با وجود اینکه مسیحی بسیار معتقدی بود و اون داستان مفتش اعظمش نشون میده که داستایوفسکی چه نگاهی نسبت به کلیسا داره، اون نگاه نقاد خیلی شدیدی که نسبت به کلیسا داره. به خاطر اینکه داستایوفسکی معتقد هست که مسیح نمادی از عشق و کامپشن هست، در حالی که مسیحیت چنین نمادی نیست. مسیحیت دقیقاً همه اون آزادی و عشقی رو که مسیح سعی میکنه که ترسیم بکنه از بین میبره و به همین دلیل هستش که اون معتقد هست که آلیوشا مثل مسیح زندگی میکنه و معتقد هست بین کسانی که با عشق و آزادی زندگی میکنن اونها پیروز هستن. توی تمام داستانها شما میتونید که این رو ببینید و طعنه ای رو که به عقلانیت از این مسیر میزنه و هزینه ای رو که در اصل میشه گفتش که این نگرش به ما میتونه تحمیل بکنه. نکته بعدی که من میخوام بهش اشاره بکنم این هست که نقدی که به نظر من میشه به نگاه برمن از داستایوفسکی داشت میتونه این باشه که اول از همه این که برمن تلاش میکنه که نگاهی که اون داره این هست که عمدتاً این نیروهای بیرونی و مدرنیته، شهرنشینی، صنعتی شدن، تغییرات اجتماعی، اینها نیروهایی هستن که بر فرد تاثیر دارن. یعنی میتونید بگید که در خوانش برمن از یادداشت‌های زیرزمینی احساسی که من ازش دارم این هست که چگونه خیابان‌های سن پترزبورگ هستن که بیگانگی شهر مدرن و ساختارهای اجتماعی اونها میتونید بگید که رفتار مرد زیرزمینی رو شکل میدن یا بر اون مؤثر واقع میشن، به خاطر اینکه از این نگاه داره نگاه میکنه که گرچه به نظر من قطعا معتبر هست اما کاملا نمیبینه که ابعاد عمیق‌تر و وجودی اگزیستانسیالیستی نگاه داستایوفسکی در داستانهاش چه هست. به خاطر اینکه اگه شما بگید که تفسیر برمن از بیرون به درون هست، تفسیر داستایوفسکی از درون به بیرون هست و نگاهش اصلا این گونه نیست. یعنی شما میتونید بگید که نگرانی اصلی داستایوفسکی نیروهای اجتماعی نیستند توی داستانش و فضای بیرونی نیست، بلکه مبارزات اخلاقی و معنوی درونی انسانها هست. اقدامات مرد زیرزمینی، کارهایی که انجام میده توسط تمایل اون برای اثبات اراده آزادش اتفاق میفته، حتی وقتی که خود ویرانگر باشه، حتی وقتی که غیر منطقی باشه. و میتونید بگید که این نبردی نه بین فرد و جامعه بلکه بین فرد و روح خودش هست.
این مبارزه‌ای که اتفاق میفته. تحلیل جامعه شناسی برمن یک مقداری به نظر من این پیچیدگی درونی داستان‌های داستایوفسکی رو نادیده میگیره، به خاطر اینکه این واکنش به تغییرات اجتماعی نیست. یعنی نگاه داستایوفسکی زاویه درون به بیرون هستش. توی جنایت و مکافات میل به اثبات خود و آزمایش حدود اخلاقی هست که باعث میشه که راسکولنیکوف دست به اون عمل بزنه و کشمکش‌های درونی راسکولنیکوف هست که جنایت و مکافات رو خلق میکنه. حتی توی داستان‌های کوتاهش مثل کروکودایل که خیلی قشنگ اتفاقا جنبه‌های زندگی مدرن رو خلق میکنه، به خاطر اینکه این داستان یکی است که تو دهن کروکودایل بعد از یه مدت که اونجا گرفتار شده داره فکر میکنه که چگونه از تو دهن کروکودایل بودن پول در بیاره و داستان به قدری مضحک و جذاب هست وقتی که میخونید. ولی حتی اونجا هم سعی میکنه که از طریق طنز و هجر تناقضات درونی شخصیت‌های خودش رو نمایش بده. یا در اون داستان دیگهش رویای مرد مضحک، این از همه اتفاقا به نظر من آشکار کننده تر هست، به خاطر اینکه توی رویای مرد مضحک شما یه شخصیتی رو میبینید که وارد یه جهانی میشه که همه چیز درش پرفکت هست و انسان‌ها به تعالی رسیدن اونجا. ظرف یه مدت کوتاهی با خودش عقایدی رو میبره که اونجا رو به ویرانی میکشه به طور کامل. و اینجا هم باز نشون میده که چگونه انسان محصول شرایط بیرونیش نیست، به خاطر اینکه شرایط بیرونیش اونجا پرفکت هست و این مرد مضحک اونجا رو به نابودی میکشه. تحلیل برمن به نظر من یک مقداری داستایوفسکی رو به عنوان یک شخصیت، شاید من اشتباه دارم میبینم ولی اینگونه میبینم که در مقایسه با بودلر یک شخصیت واپسگرا تصویرش میکنه که در برابر مدرنیته ایستادگی داره و بیشتر به دنیای پیشا مدرن تعلق داره و به اون دنیای پیشا مدرن چنگ میزنه. داستایوفسکی اگرچه به نقد مدرنیته و جنبه‌های اون میپردازه، ولی اینکه ما داستایوفسکی رو یک ضد مدرن تلقی بکنیم به نظر من یه مقدار فروکاستگرایانه هستش، به خاطر اینکه خیلی جاها شما درسته که مثلا فرض بکنید توی یادداشت مرد زیرزمینی رد کاخ کریستال رد پیشرفت و مدرنیته نیست، به باور من رد این ایده است که زندگی انسانی رو میشه به اصول منطقی فرو کاست. به نظر من این چیزی هست که داستایوفسکی میگه، نه رد مدرنیته. و یک جایی به خصوص رو که من میخوام بهش اشاره بکنم در بخش پایانی صحبتم این است که مثلا در کتاب یادداشت‌های زمستانی درباره تاثیرات تابستانی که این رو داستایوفسکی بعد از برگشتنش از اروپا نوشته، یعنی رفته پاریس رو تجربه کرده، لندن رو تجربه کرده. در این کتاب در یه بخش خیلی زیادش به زیبایی شهرهای روسیه پرداخته. پس این نیست که داستایوفسکی مثلا فرض کنید شهرهای روسیه رو تماما خفه میبینه یا مثلا نگاه منفی نسبت به فضای شهری روسیه داره. در اون کتاب به صورت کاملا برعکس نقد خیلی زیادی داره نسبت به لندن و در مقابلش خیلی زیبایی شهرهای روسیه رو داره ستایش میکنه. بنابراین من معتقدم که یه خورده برمن از اون لنز مارکسیستی خودش اینجا داستایوفسکی رو ارزیابی میکنه و یک مقدار این فروکاست میده. و نکته بعدی این هست که جنبه مسئله رنج در تفکر داستایوفسکی یک مسئله مرکزی هست و رنج چیزی نیست که انسان میبایست از اون اجتناب بکنه در تفکرات داستایوفسکی، و رنج هستش که باعث میشه که ما بتونیم با جنبه‌های عمیق‌تر وجود خودمون ارتباط برقرار بکنیم. من 1 دقیقه دیگه صحبت میکنم و صحبتم رو تمام میکنم که سر 30 دقیقه تمام کرده باشم. اگر ما بخوایم حالا داستایوفسکی و بودلر و چرنشفسکی رو اینجا فقط خیلی سریع جمع ببندیم، این است که بودلر مدرنیته رو با شور و اشتیاق میپذیره، پاریس رو مرکز اشتیاق میدونه. چرنشفسکی مدرنیته رو یک پروژه عقلانی میدونه که میتونه که انسان رو در ساختار یک آرمان شهر نجات بده. ولی داستایوفسکی معتقد هست که مدرنیته جنبه‌هایی داره که میتونه به شدت آزادی فردی انسانی رو تهدید بکنه و میتونه منجر به فروپاشی روح انسانی بشه. و به نظر من اینکه برمن اینها رو در یک جا قرار داده به نظر من بریلیانت هست، خیلی زیباست که این جنبه‌ها رو با هم دیگه مقایسه کرده، به خاطر اینکه این فضا رو ایجاد میکنه که انسان بتونه به این 3 جنبه نگاه بکنه و عمیق‌تر بشه، هم در نگاه هر کدوم از این دیدگاه‌ها، و درس خیلی بزرگی رو در رابطه با انسان و رابطش با ساختارهای بیرون و جهان و اینکه چگونه ما میتونیم نجات پیدا بکنیم و چگونه میتونیم رشد بکنیم در داخل این ساختار باعث میشه که ما بتونیم خوب فکر بکنیم در این رابطه. متشکرم ازتون که به صحبت من توجه کردید.